بچه ها امروز میخوام در رابطه به باز کردن سینوس های سر صحبت کنیم. اول اینه که فوایدش اینه که صدات باز میشه، بهتر نفس میکشی که خیلی مهمه برای خواننده. خب بریم چجوریه؟ اولین روشش اینه که باید پیشونی تو ماساژ بدی و زیر چشم. دومین روشش اینه که بهش میگن تب فشاری که از چین اومده این روش. استخوان بینی و وسط سیبیل یا زیر بینی رو به مدت 30 ثانیه فشار دادن، فقط ملایم فشار بدی. دیگه چیا باعث میشه که این خلط ها از بین بره؟ بخار آب گرم، صدا سازی با تمرین حامی، نوشیدن آب گرم، پرهیز از مواد مخاطزا مثل لبنیات، اونم در برخی از افراد. موفق باشید.